یه برنامه تلویزیونیه. بالاخره چهره ما به گور استریت که باشی دعوتت میکنن دیگه. اسمش چیه؟ بفرمایید شام. این که فیلم برداریش فرداست شلمه. نه بابا چی فرداست، امشبه. پس یعنی میگی نفر چهارم سویت نیست؟ نه بابا اصلا سویت مأموریته، هیچ جوره نمیتونه شبا اینجا باشه. بس نفر چهارم کیه؟ همه به هم 10 میدیم، به اون یکی میدیم، آقا تموم شد رفت. پولش هم میزنیم به جیب. حل چشاته. گور استریت فور لایف. سلام، سوسن هستم. خیلی خوش اومدین. سلام. فکر کنم اشتباه اومدم. مگه برای برنامه بفرمایید شام نیومدین؟ شما تهیه کننده برنامه هستین. خسته نباشین، شما واقعا زحمت میکشین. میگم خونه میزبان کدوم وره؟ شما چرا لطف کردین درو باز کردین؟ من صابخونه چلاقه. صابخونه خودم هستم. بفرمایید داخل، خواهش میکنم. چی؟ آخ گوزما هم که اینجا. شما همدیگه رو میشناسین؟ بابا این شاشوه. نه چی؟ اصلا اشتباه گرفتی حاجی. پس اگه مشکلی ندارین بریم یه راست واسه شام. من ساندویچ چش میوه میخوام. بابا تو مگه 6 ماه به دنیا آمدی؟ پاشو بریم شام بزنیم بابا، پاشو. بله بفرمایید سر میز راحت باشین. این همه نریدم باید تو خونه این دختره ان سنگی بیاد بیرون. بعد وقتی که کل پایینم نمیره. آقا اسموک اتفاقی افتاده؟ نه این دشتیتون قبل اینکه بیام ظاهرا گرفته بود، دارم ردیفش میکنم. چرا شما زحمت میکشین؟ ولش کنید بیاین، میخوام شامو بکشم. ببین به نفعت از این دختره بکشی بیرون. من همین الانشم با صدام دلشو بردم. دلشو نبردی، انشو بردی. الانم یکی این داخل به خاطر صدای تخمی شما الان انش گرفته نمیاد بیرون که ما هم بریم دشویی برینیم تخلیه شیم. الان یادم اومد کیک شبیه علمه که تو چاه گیر کرده بود. چی؟ میگم یعنی تو واقعا نمیدونی دهنتو چه مواقعی نباید باز کنی؟ حالش بد شد یعنی؟ نه اصلا خیلی هم لذت بود که کیکشو به انت تشبیه کردی. حاجی پشمان واسه چی جیغ زد؟ فکر کنم رفتید که واقعا کیکش به انم شبیه هیجان زده شد. وایسا ببینم مگه انت هنوز تو چاهه؟ آره دیگه پایین نرفت، من حوصله‌ام سر رفت، راه کردم اومدم. خاک بر اون سرت کنن. خب این بیاد کبابمون میکنه که. حاجی دریم امتیاز ندادیم که. امتیاز بره تو کونت لاشی. پاشو فرار کن تا انتو نذاشی تو دهنت. به سن اندریس خوش اومدیم. من CJ ام از گروه. با بچه محلا دیرو پلیسو کردی زیرو رو. واسه ما نشد تو پرو. اگه بکنی این بازیو شروع یهو دیدی یه چیز دراز رفت تو ماتت تو فرو. سر پایین 2-3 ساله بازار بازیو کردیم پاره. هنوزم از در و دیوار طرفدار داره میریزه. آره خاطراتت اینجاست پسر، نداری هیچی چاره ها. CJ تا دلت بخواد برات داستان سریال داره. ریلکس من. بینندگان عزیز، به شب دوم برنامه بفرمایید شام خوش اومدید. متاسفانه به دلیل مشکلات فنی پیش اومده در شب اول شرکت کنندگان قادر به امتیاز دادن نبودن. پس بریم که ببینیم چه امتیازاتی نصیب میزبان شب اول خواهد شد. حاجی دیشب اصلا چی خوردیم؟ من فقط زیبایی سیرت تو صورت یادمه. میزبان که واقعا اندام خوبی داشت. والا من که نصف تایمو تو دشویی بودم. باید به چی امتیاز بدم؟ حاجی جدی من طعم غذا رو یادم نیست، ولی چشای سوسن وای. از قدرت سیفونش که اصلا راضی نبودم. 15 کیلو 35 گرم انا نتونست هندل کنه. حاجی خدای عجب اندام خوبی داشت. نظرت تو چیه کارگردان؟ 3 امتیاز بابت گم کن نداشتن توالتش کم میکنم. کی پاسخگو کنی یقزاده منه؟ ببین اصلا انقدر تصویر سوسن تو مغزم ذخیره شده میرم جلو آینه خودم شبیه ساعت چنی میبینم. حاجی انقدری که اندامش روی سلولای مغزم تاثیر گذاشت تا حالا هیچ دراگی نذاشته. مارک خط چشش آیلاینر تیره یواش بود که یکم به خاکستری مات میزد. ببین خیلی سعی داشت با این خط چشم منو جذب خودش بکنه. حالا به اندامش چه امتیازی بدیم خوبه؟ دوست شما فقط به غذا نمره بدی. متوجهی؟ بهش گفتم ساندویچ 6 میوه بهم بده ولی داد 6 رفت سر میز. داد 6؟ آره ولی تو بده 11. 6 تکراری شده. من به شخص مزه عرق دستاشو تو غذام حس کردم. ان شاءالله تو شبای آینده به کوری چش همتون مزه جای دیگه شم بچشم. خب امتیاز از چند تا چند؟ 0 تا 10. خجالت بکش. میخوام بدونم اگه خار مادر خودت هم بود اسم 0 رو میآوردی؟ آقا شما از 1 تا 10 حساب کن. من از 10 تا 11 حساب میکنم. تو کونت بسوزه کیرت هم قطع شه. سوسن جون این 10 من مال تو عزیز دلم. فقط قول بده که 2 دستی بگیریش وگرنه 2 برابرش میکنم میدم نفر بعدی. کد کارگردان صحبتای منو دوباره رکورد کن چون من راجع به امتیاز حرف نمیزنم. سوسن جان من میخواستم به نیابت 124,000 تا پیامبر بهت امتیاز بدم ولی
کارگردان بیناموس محدودم کرد. همون 10. میگم این برنامه رو میبینه؟ بله برنامه پخش تلویزیونی داره. سوزن جان از همین تریبون میخوام بهت بگم انم از دسرت خوشرنگتر بود. اگه فوش دادن تموم شد که ضبط و قطع کنیم. یه دم میدم بری واسه دستشویی وایتکس بگیری. ببخشید آقای کارگردان من قصد جسارت نداشتم، خدا نکنه سوء تفاهم پیش نیاد. نه عزیزم اوکی. آخه بیناموس. امتیاز نهایی به شب اول میزبانی سوسن سعیدی سی. به نظرم شب خوبی بود. از غذا راضی بودم، از مهمونا خوب بودم. بالاخره پیش میاد یه سری اتفاقا. خانم سعیدی سنگ توالتتون شکسته، باید جدیدشو بخری. آره خلاصه امشب خونه آقا رایدر مهمونیم. ایشالله که به هممون خوش بگذره. خانم سعیدی پولیکاتونم که بگاه رفته. پولشو میدم درست کن دیگه. چقدر قر میزنی؟ یه گوریل 30 ساله نریده معذرت. خب آخه من دارم بهت میگم حقوق نگرفتم هنوز بی وجدان. مهمونا رو نکنه امشب تو کونه من. کونه اسموک به اون گشادی کل عوامل جا میشن توش. رایدر سگمس چطوری؟ عزیزم در خدمت باشیم بفرمایید. شب مهمون داریم دخترم هست. سالار بار جدید چی وردی؟ برو عزیزم برو، خدا به همراهت. مسجد محل دعاگوی همتون هستم. حل مشتی شب مزاحمت میشیم قربونه نوکر تو. بابا شوخی کردم کون چروک، دارم میرم مسافرت نیایا. از مشتریاتون بود؟ به شما هیچ ربطی نداره. عوامل پشت صحنه. کی کلید ماشین کارگردان دستشو بریم خرید کنیم بیاین. چی میگی آقا؟ ماشین چیز شخصیه، دست در ننه قمری که نمیدم. ننه خودت قمره بینام. سلام سید عدنان شطوری؟ سید عدنان از خوبای لس سانتوسه و اگر از طرف پیج من بیان 69% تخفیف روی 85 تا از کالاهای مغازشون میگیرین. اگه خوشمزه بازی تموم شد بیا برگم شه بیرون تا 69 بار به 85 روش استگی نوازش نکردم. قربونت برم منم دوست دارم. اتفاقا شب مهمون داریم، دخترم هست حاجی در خدمت باشین. چند تا پسر هست؟ 3 تا پسریم ولی سید یه دختری هست کره نگم برات سید. لازم نکرده بگی بابا من گیم. یک و 200 بده کارت کی تصحیح میکنی؟ عزیزم بگو 1 و 200 بده کاریم واسه اجناس مغازه بوده. این که مثلا میای میگی گیم بعد میگی 1 و 200 بدهی داری اصلا درست نیست. اما کل لس سانتوس میدونن که تو کونیت. خب خلاصه داشتم میگفتم. حالا بنال بینم چی میخوای؟ فعلا واسه شروع 12 13 کیلو گوش واسم بتراش، چون من همیشه ویتامینا کاف قاف ساک ماک بدنمو از گوشتای سه تامین میکنم. آره بیا گوشتمو بخور. کات آی سید ننان ببخشید عزیزم ترجیحاً میشه خودتون رو کنترل بکنید. ببخشید ولی دارم نگاه میکنم همه عواملتونم سفید و درشتن. اصلا لامصب اصلا شما ترجیحاً چشت فقط روی رایدر باشه، مثل کافور واسط عمل میکنه. با منی؟ صدا بره دوربین بیاد. حرکت. خیلی خب گفتی 12 کیلو چی گوش میخوای با چی؟ برای یه 10 تا مرغم بیار سرسلا نکنی جا. و اما مرغ برای دوستانی که آشنایی ندارن مرغی خوبه که بتونه اول صبح قبل از اون بیدارتون کنه. البته اونی که داری میگی خروسه. باز حرف زدی نیست اینجا. برو 3 تا گونی برش واسم بیا بدو. چش سلطان من اصلا کل مغازه رو میزنم به نامت سنه تا فقط درش بیار پولاتو بده در بیار پولاتو. مطمئنی داری راجع به پولام حرف میزنی؟ من که تارگتم پوله ولی میتونم پذیرای چیزای دیگه هم باشم. والا خواستم 3 کیلو فیله گراز وحشی اسکاندیناوی هم واسم بیاری ولی خب وجود خودت بی‌نیازم کرد. هرچیه وحشی دوست نداری؟ همینا رو حساب کن حرف نزن. اون یه چوسه بدهی هم بذار روش. قبل شما رو نداره. ببین تو سر جمع 22 میلیون و 370 داشتی الان 1 و 200 هم از قبل میشه 23 میلیون و 570. کارگردان بسم الله بیا کارتتو بکش سریع عجله دارم میخوام واسه سوسن جون غذا بپزم بدو. چی من کارت بکشم؟ به من چه ربطی داره؟ این تز مهمون دعوت کردن شوهرعمه لبچر به من داده بود. آجی این چی میگه؟ من متوجه نمیشم. این اگه موجودی نداری هم عدنان میتونه از موجودی های خودت هم استفاده کنه ها. چیزی هم که زیاده آپشن. منم که آپشن باس. تو جدی نفهمی ها. مگه من بهت گفتم حقوق نگرفتم تو فهمیدی که حالا من نمیفهمم؟ اصلا ننه قمرت نمیفهمه بینام. خب به خونه من خیلی خوش اومدید. ما با توجه به گدا بودن کارگردان گوزم واسه شام نتونستیم بخریم ولی رایدر قصه ما همیشه یه پلن بی تو شورتش داره. منوی میزبان شب دوم پیش غذا ماری خامه‌ای. رو ماره کی میخواد خامه بریزه؟ پیش غذا ماری. این بنگی تا دیروز خامه رو زبونش نمیچرخید خایه میکرد. حالا میخواد با خامه چی درست کنه؟ حالا نخوردم تا حالا ولی خامه رو دوست دارم. بابا به قرآن این اسکل نیمرو میذاره جلومون. این اسما رو داره از خودش در میاره. بابا من 2 روز پیش بهم گفتم برو 2 کیلو پنیر بگیر رفت اشتباهی 2 سطل ماست خرید اصلا تا حالا خامه تو زندگیش ندیده. خب اول یه خامه 200 گرمی رو
رو باز میکنیم و محتویاتش رو خالی میکنیم تو مایتابه. مقداری آب معدنی قاطیش میکنیم و هم میزنیم. شما اگه آب معدنی هم نداشتین از آبهای دیگه هم میتونین استفاده کنین. حالا که خوب شبیه اسفرم موفق شد، یه پک ماریجوانا با تاییدیه وزارت بهداشت به فیها خالدون قضیه فرو میکنیم. اگه خوشگل باشه چرا که نه، من خودم رو اصولا به هیچ چیزی محدود نمیکنم. اینطوری تصنعی نمیتونم. اگه ماشین زمانی چیزی دارین، خب بسم الله برگردیم به زمانی که میتونستم پدر کارگردانتون باشم. غذای اصلی ماشروم برگر. ماشروم برگرم که 100% خوشمزه است. من خیلی قارچ دوست دارم. این از دیشب تا حالا چرا تریپ انگلیسی برداشته؟ ماشروم، درینک، شامپاین. بابی یه برو فاک یورسف اسهول. به ناموسش میخواد ماشروم برگر بده؟ رایدر به ناموست؟ الو ارشیا ساتو، میگم رایدر اومده سمت تو برای برگر گوش بخره. راستی این که اصلا ناموس نداره. البته پیش غذاش خامه داره. برگرم باز چربه، یکم تناسبمو به هم میریزه. بابا نمیگم که به تو خیانت کرده رفته قاسم قطور بخره. 2 دقیقه خفه شو ببین من چی میگم. ولی اگه از ارشیا ساتور گوشتشو بخره عالی میشه پسر. خب ظاهرا اصلا قصابی نرفته که بخواد گوش بخره. من فقط امیدوارم طبق خورد و خوراکی اسمو که عمل نکنه، وگرنه به جا گوش همون باید گو بخوریم. ولی در کل میخورم، کلا خوش خوراکم. و اما ماشروم برگر که البته برگرش رو ندارم، ولی 3 پک ماشروم واسم اومده واویلا. اول اون توستا رو میذارم تو توست کن که البته توست کن ندارم. همینطوری از بسته بندی میارم بیرون و ماشروم میذاریم لاشو به همراه گوجه خیارشور که گوجه هم ندارم. خیارم هم که شور نیست، ولی میتونم بهشون نمک بزنم. بذار ببینم نمک دارم. دسر شیرکوکو. شیرکوکو؟ بابا ولمون کن، این ایسکا ما رو گرفته. من اصلا شب نمیام، میشینم خونه با بسفنجی میبینم. کوکو هم که همون کوکوناته و من که اصلا هر روز صبح قبل ورزش نارگیل درسته گاز میزنم، آبشم میگیرم میدم آقای میساقی بخوره. حاجی به خدا خیرم بده، حواسم نبود بانو سوسنو هم امشب هست. حاجی با بسفنجی کنسله. به هر حال اونم منتظر جمون گشه دیگه، بعد بهش حق بدم. اگه منظورش از کوکو نارگیله که خب خوشمزه است، من دوست دارم. کوکو هم که کوکائین اصله و جی اینو حل میکنیم تو شیر. راستی شیر داریم؟ ببین به طور کلی منوی مزخرفیه خب، ولی ته زورشو بزنه میتونه از من 25 صدم بگیره. ببین کلیت منو که چیز خوبیه، به شرط اینکه همش از رستوران بگیریم. در کل منوی خوبیه، امیدوارم که دستپختشون هم خوب باشه. جون دلم کیه در میزنه؟ درو باز کن، تا جیشم داره میریزه. برو خونه تو جیش کن بعد بیا. در دستشویی قفل کردم، کلیدش هم شاف کردم تو کون سیجه. کثافت درو باز کن، حداقل میام تو گلدون کارمو میکنم. فعلا یه سیگاری بار زدم، بشین دم پادری تا تموم شه. گوزو من با این هیبت بشینم در خونه تو بنگی؟ خب دکمتو بزن برو در خونه خودتون بشین. A few moments later. What the fuck؟ باز کجا ریدی که انداختن دم در به کارهای بدت فکر کنی؟ بابا این رایدر پلش داره رو باز نمیکنه. نکنه با تنها سوسن داخل چی تنها داخل سوسنه با داخل تو سوسن؟ والا نمیدونم، منو که راه نداد نشستم اینجا شاشیدم تو خودم. اوی رایدر انگل درو باز کن ببینم. مشکل داریم، ما داریم زمن میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. سوسن صدامو میشنوی؟ آره میشنوم. چی شده؟ ببین اگه در خطری یه فوت کن، اگه هنوز به تجاوز نشده 2 تا فوت نکن. باشی اون 2 تا فوتو چطور نکنه؟ چی شده آقای سی جی؟ من متوجه نمیشم. الان وقت خنگ بازی نیست. اون مثل یه افی ممکنه هر لحظه به حمله کنه، ولی جمونگت اینجاست، اصلا نگران نباش. آقای سی جی من اینجام. چی شده؟ پشمام عجب کیفیت صدایی داری سوسن. شاید در بین اون فاصله باشه ولی قلبمون به هم نزدیکه. بابا من پشت سرتونم، برگردین. شما اینجایی؟ بله من اینجام. آقا اسموک سوسن خانم اینجا. بله متوجه هستم، ما هم خیلی وقت اینجاییم. آقا رایدر خونه نیستن؟ والا فکر کنم دستشون بنده. ناجی به من گفت دستش تریاکه. خب الان تکلیف ما چیه؟ به نظرم همگی با هم به جز اسموک بریم خونه ما. مهمونای عزیزم بفرمایید تو چرا دم در ایستادین؟ شاید چون ما در زدیم و در باز نکردی. جدی میفرمایید؟ مگه اینکه من مرده باشم بذارم مهمونام پشت در منتظر بمونن؟ الان متاسفانه که مثل انجلومون سبز شدی. سرت خورده بود به جدول؟ عزیزم من حتی اگه سرمم بخوره به جدول میشینم حلش میکنم. بره 16. بالاخره میشه بیایم تو؟ آره عزیزم چرا نشه، شما که اصلا بیا توم.
خب بفرمایید، تو رو خدا بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید، تعارف نکنید. الان تو چیزی سر میز می‌بینی؟ من با چش بصیرتم یکم استخون از مرغ پریروز میتونم رو زمین واسط پیدا کنم. والا با این وضعیت بیشتر باید هوا بخوریم کف برینیم. شماها دیگه ترجیحاً نرینین، مخصوصا اسموک. خب حالا ولش کنین این صحبت ها رو. خب بگین چی میخوریم براتون بیارم. برای من یه لیوان شراب انگور بیار. تو خفه شو. سوسن خانم نوشیدنی چی میل دارین؟ حالا چون آقا سی جی بحثشو مطرح کردن، نوشیدنی الکلی هم دارین؟ هر چیزی که شما بخواین هست. تکیلا دو کرمه، کنیاک، ودکا روسی، ویسکی جک دنیل. حالا من زیاد وارد نیستم، هر کدوم که خودتون تایید میکنید اوکیه. من از همه‌شون میارم. اصلا برید تو پلاستیک با خودت ببر خونه. پس من یه پلاستیک تکیلا دو کرمه میخوام. شرمنده عزیزم، همین الان پیش پای شما تکیلا دو کرمه تموم کردین. باشی همین الان گفتی داری. کی؟ من گفتم فقط کرماش هست. میتونم بهت بدم کرمه کون بگیری. چقدر شما آب جوب خورا ور زر میزنین. تو چرا اصلا از آشپزخونه دو غذا نمیاد؟ چون اسموک انقدر بوشاش سگ میده که کل تهویه خونه رو جذب خودش کرده. جالب بود، میپذیرم ازت. پس من برم نوشیدنی ها رو بیارم. آره خلاصه قرار بود که نقش کتفومن رو من بازی کنم، ولی یه سری مشکلات پیش اومد، قسمت نشد. واقعا تو این سینما همش باند بازی میکنن. من خودم دیدم اون سری آلپاچینو با دیکاپریو داشتم با بند تنبون سه جواد هاشمی بازی میکردن. دوستان عزیز راجع به چی دارین بحث میکنین؟ تو اپلپر تمرکزمون به هم میریزی. چه سفر راجع به کوانتوم هسته‌ای که صحبت نمی‌کنی؟ بگی منم شرکت کنم. داشتیم راجع به آینده شغلیمون صحبت میکردیم. اسمو گفت که میخواد فاضلاب باز کن بشه. پس شغل شما اینه که خونه ما هم انجامش دادیم. چی؟ معلومه که نه. من بدنسازی کار میکنم، مربی باشگاه. بدنسازی واقعا دارم که در آینده پا جای رونی کولمن بذارم. فعلا که شبیه رونی چولمن له شده لا کتابی. اتفاقا من از پسرایی که آینده نگرن خیلی خوشم میاد. من قبل اینکه بیام اینجا شیرموز خوردم. بله. رایدر این نوشیدنی‌ها چی شد؟ چرا هوار میکشی یابو؟ مگه اینجا توالت عمومیه؟ آقا معده کوچیک رود بزرگه رو قورت داد، چه کار میکنی پس؟ ببین واسهتون چی آماده کردم، سر و تهتون با هم رو پایی میزنه. بعد میگن گل عوارض نداره. خب کونی؟ فوش دادی؟ نه احمق، میگم کونی. بیارم اینجا؟ نه ببر بریزشون تو شورت بابای اسموک. میخواین اگه براتون زحمت میشه نوشیدنی‌ها رو بذارین رو میز، یه ضرب بیاین واسه شام. چرا یه ضرب؟ بذاریم زیر رادیکال جذرشو بگیریم و ایکسشو به دست بیاریم. به لطف آقا اسموک کارگردان دیگه نیاز به پخش کردن پیام بازرگانی نداره. مهمونای عزیزتر از جانم به جز شما دوتا، بفرمایید پیش غذا. نوشیدنیامون کو؟ تکی آب دهنتو قورت بده. این چی بود اسمش؟ ماری خامه‌ای، یک پیش غذای مراکشی فوق‌العاده مفید و خوشمزه. مال کجای مراکشه؟ دقیقاً وسط مراکش، نرسیده به خیابان جاکش. اسم خیابونه جاکشه؟ نه عزیزم، اونو با خودت بودم. جز خامه چیز دیگه هم تو این پیدا میشه؟ عزیزم تو شروع کن به خوردن، از یه جا به بعد هر چیزی که بخوای میتونی توش پیدا کنی. خب میشه بی زحمت بگین جز خامه چی قاطی داره؟ یه وقت حساسیت چیزی نداشته باشم. والا این ترکیباتی که من میبینم بیشتر اسهالزان تا حساسیت زا. من که دارم کامل حس میکنم توش مزه پیتزا. اگه بخوای مزه پیتزا هم میده، فقط کافیه بخوای. سگ صورت با این چیزایی که تو میگی احساس میکنم اگه بخورم توهم میزنم. نه حاجی اصلا همچین احساسی نکن، قطعا میزنی. حاجی بخور مزه پیتزای پیاز جعفری با چیپس و گوشت قارچ میده. لام از سب تو 2 تا قاشق بیشتر نخوری، چطور انقدر سری گرفته؟ اسموک دو پیکی معروفه. ببخشید ولی فکر نکنم با این اوصاف بتونم بخورم. بابا هیچکی توش نیست، من به عشق تو درست کردم که میل کنی، وگرنه کونه لقه 2 تا لاشخور. ببخشینا. آخه ظاهرا آقا اسموک حالشون مساعد نیست. بابا ولش کن اینو. بی از 24 ساعت 32 ساعتشو با توهم زندگی میکنه. مگه شما اسموکو از قبل این برنامه میشناسین؟ معلومه که نه. آخه همین الان گفتین که نه من چیزی نگفتم. چشم میخورم. همینه پیش غذات واقعا؟ نه شعبده بازیه. الانم یه سینی بوقلمون از تو شورت اسموک در میارم. چی میخوای از تو شورت من در بیاری؟ شام امشب تو؟ ببند دهنتو. واقعا پیش غذای خوشمزه‌ایه. مرسی ازتون. نوش جونت عزیز دلم، گوش بشی به بدنت. پیش غذای زرش پلو با برنج بود که دورچینش خام عسل داشت. مزه استیک با گوشت طالبی میداد که من دوست داشتم. میگم نمیشه مثل قسمت قبلی یه دخترم بیاد کنار من بخوابه؟ پیش غذاش خالی مایه‌ای. ماری خامه‌ای. سکوت از فرقای کارگردان دارم صحبت میکنم. احترامم خوب چیزیه. گوزو. دارم تاسیتون میکنم فقط. برو ننه قمرتو تحصیل کن. بینام
و اینم از شام امشب ما، ماشروم تو برگر. دعات شما ماشروم برگر رو بدون برگر سرو میکنن؟ برگرش کو. تو خوکوری اینها دیگه همش گوشته. مرد که توهمی، فقط چند تا گوجه و خیار تو این نون توست است. این گیاه چیه؟ باید قارچاش باشن، درسته؟ آره قربونت بشم الهی، قارچه. در ضمن چرا تو سر مال میزنی؟ اونا خیار نیستن، خیارشوره، گرونتره. اندازه خیارن ولی نمک ریختم روشون، الان دیگه شور محسوب میشن. خودت هم خیلی جدیدن نمکی شدی یا برای خیارم میتونم ازت استفاده کنم. گوشتشو از ارشاساتوری خریدی؟ از هر جا که تو دوست داشته باشی خریدم جیگر. حالا اصلا گوش داری توش میبینی به جهنم. چطور داری مزهش هم احساس میکنی؟ ما کارمونو بلدیم آقا سی. خودت هم کم کم بامون راه میای عزیزم. من که یه گاز بیشتر نذارم واسه اینکه ضعف نکنم، وگرنه میرم خونم و نون رو بمو میخورم. ولی منم دارم مزه گوشت رو احساس میکنم. نوش جونت عزیزم. آقا من خوردم تموم. نداری یه ساندویچ دیگه؟ بیا مال منم بخور. در بیار. انکلوف ساندویچمو بخور. چیو در بیارم؟ اسموک جان بهت توصیه میکنم که دیگه دوتا ساندویچ نخوری، کافیه. توصیه‌تو بذار دم کوزه آبی که دادن آقای میساقی رو بخور. بیاین وسط شام بازی هم بکنیم. با چی؟ بکنیم آقا بکنیم. خب اسم این بازی دوره، به این صورته که هر کی با روبرویش یاره. حاجی خدا وکیلی 100 میدم صندلی تو با من عوض کن. من که عوض نمی‌کنم، ولی اگه جایی برای نشستن نداری میتونی بیای رو این بشینی. خیلی خوب، خفه شو. باز خوبه این دوتا ساندویچ رو نخورد، وگرنه فوش ناموس میکشید به هممون. دقت کنید به من، هر کی واسش یه کلمه میاد، باید بدون اشاره به اون کلمه واسه یارش توضیح بده که اون چه کلمه ایه. شروع کنی. خب پس یعنی من با شما یارم؟ نه دیگه، من با آقا اسموک که روبرومه، شما آقا رایدرم با هم. آقا اسموک آماده ای؟ یه لحظه وایسا. خوباره. اون وقت تو این چند ثانیه مکس چه کار کردی؟ چند ثانیه دیگه که بو به مشامل رسید میفهمی که چه کار کردم. آقا اسموک چیزی که ازش بالا میرین. درخت. لاشی میمونی مگه؟ نه یه وسیله مثل پله. آسانسور؟ نه برقی نیست. آها آسانسور دستی. کدوم جهنم دره آسانسور دستی سوار شدی اصلا آخه؟ ولش کنین، کلمه رو عوض کردم. با چی رو قالیه تمیز میکنی؟ با زیرپوش رایده. با زیرپوش آقا تمیز کن لاشی. نه یه وسیله که هم برقیه هم دستی. همون که لرزشی و درازم هست؟ چی؟ نه میدونم چی تو ذهن خرابت اومده. هر کاری میکنی فقط به زبونش نیا. خصوصا ترجیحاً کلمه رو عوض کن. اوکی، جایی که ادرار میکنی؟ تو دهن سیجه. اینو خوب اومدی. تو دهن آقات بشاش لاشی. نه یه مکانه. بزرگتر از دهن سیجه؟ آره. دهن کل خاندان جانسون. بابا شما انس میگیره کجا میرینی؟ من معمولا تو شورتم میرینم. یعنی نمیرید از شویی؟ میرم اونجا میشورم خودمو. باز خوبه بهداشت رو رعایت میکنی. خب اونجایی که خودتو میشوری کجا؟ سر سنگ با شیلنگ. خب اسم کلیشو بگو. بر سر سنگ توالت با شلنگ دستشویی. بابا ریدم تو مغزه. به جای اینکه راجع به غذای اصلی سوال کنین بگید ببینم چرا رنگ آبش داره قهوه‌ای میشه. والا فکر نکنم با اینکه بیرون از وان همومیم دستی تو تغییر رنگ آب داشته باشیم. خب اسکال دیگه به چه زبانی بگم؟ 2 دقیقه و دوربین 20 صاحبتون رو قطع کنیم، میخوام کونمو چک کنم. خب من منظورم دختر بود نیست. سیبیل کیه کنار من آوردین خوابوندین؟ تمرکز ندارم بدم نظر. داداش درست لوات خیتاست، ولی بیا با هم بریم تو دانس. غذای اصلیشون که عالی بود، گوشتش کامل پخته شده بود. راستشو بخواین منم حالم خیلی خوبه. کات کسی پشت مبله؟ بله آقا رایدر هستم. به شما چه ربطی داره؟ اینجا چی کار میکنه؟ تو کادرمون معلومه. اگه فکر کردی که میذارم با سوسن خانم توی سکانس باشی کور خوندی. آقا سری بریم سکانس بعدی. این دوباره میخواد بیاد آخر جملهش فوش بده. قطعش کن مشتبا. بینم. خب اینم از شیر کوکو، یکی از مقوی ترین نوشیدنی ها که کامل غذای امشب رو میشوره میبره. مطمئن باشم تو یکی دیگه چیزی نریختی؟ نه دیگه حاجی گفتم که میشوره میبره. خیلی صبونه امشب خوب بود آقا ریدر. رایدرم رایدر، احتمالا منظورتونم شام بوده. هرچی تو بگی عروسک. میگم خودمونیم، ریدم بهت میاد. نه گفت ریده، گفت ریدر، یه دونه ر داره. آقا استوک چی کار میکنن؟ من لپتاپ نصف قیمتم، بیاین منو بخری. احمق بیا پایین از اونجا، الان تیویو میشکونی. خودت کونی میشکونی. دارم تلویزیون میبینم. آقا استوک جا باز کنی منم بیو ببینم. تو کجا؟ بشین شیر کوکوتو بخور. شیر کوکو. کوکو نه عزیزم، کوکائین. تکرار کن کوکائین. چی؟ در یوست خرطا مگه نگفتی این هیچکی توش نیست؟ توش کوکائین ریختی؟ بابا حالت دگرم، کوکائین کجات میخواد بگیره که کلی بازی در میاری؟ دارم نور سفید میبینم. مال تلویزیون جان جدت برو ببنده، چشمای منم کور کرد. تلویزیون که خاموشه پدر سگ. آره راست میگی یا نور سفید از کجا میتابه پس؟ نکنه کسی میخواد ظهور کنه. اوه ظهور کرد. نگرانم نباشید من سالمم.
فقط یکم حالت تهوع دارم و کونم آهسته میکنم. مگه قبلا کون تو حس میکردی؟ لاش کش تلویزیون نازنینم شکست. زنگ بزنین اورژانس بیان نازنین جونو ببرن. نازنین کیه؟ اسم تلویزیون ریدره دیگه. بابا خیلی اوضاع خیته. سویت دیوسی غلطی بکن. من رایدرم احمق رایدر. آقا حالا همه بیاین وسط. بلرزون سوسن جونم. ببین تو که تا اینجاش اومدی، به نظرم وقتی گرفته تو هم با فاز تال کن. یه بار سک صورت منو همین الانشم گرفته. چه کار کردی اسمو؟ فکر کنم سقف سوراخه، ازش سوپ جو ریخت رو سوسن. سوپ جو؟ بز ببینم. این خود دلستره. دلستر چیه لاشی؟ استغفر الله.